سلام به همگی. امروز و توی این ویدیو من میخوام یک سایتی رو معرفی کنم که شما با بازی کردن میتونید درآمد داشته باشید و بابت ثبت نام هم به شما $0.5 رو جایزه میده. و خب برای این کار وارد سایتش اول باید وارد رباتش بشید و توی رباتش ثبت نام کنید. میبینید که اینجا استارت رو باید بزنید و بعد از اون از شما میپرسه که زبانتون چیه. خوبی حالا این سایت اینه که فارسی رو پشتیبانی میکنه و شما اینجا میایید و پرشن یا همون فارسی رو انتخاب میکنید. میبینید که گفته که $0.5 جایزتون میشه. بعد از اونم برای بازی کردن دکمه شروع رو میتونیم بزنیم. خب به این شکل حالا بازیش بالا میاد و توی این قسمت مبلغتون رو زده، مبلغی که داخل حساب دارید که برای کسی که تازه وارد میشه $0.5 و اینجا حالا مبلغی رو میزنید که میخواید باهاش توی هر دور بازی کنید. اینجا هم که ضریب بازی رو دقت کنید که بازیش به این شکله که حالا شما شرط بندی رو میزنید و بازی شروع میشه. اینجا یک موشکی میاد و میره و روی یک عددی یک ضریبی میشه گفت که به اینجا میبینیدش وای میسه. ممکنه مثلا 1 و 1 باشه، ممکنه 2.5 باشه، ممکنه 3 باشه و حالا ضریبش مختلف هستش و کسی نمیدونه چنده و شما میزنید و قبل از این که حالا این موشک بیسته شما باید بیاید و اینجا بستن معامله رو بزنید. اگه قبل اینکه موشک بیسته شما بزنید، حالا هر ضریبی که گرفته به اون مبلغی که گذاشتید ضرب میشه و جایزتون میشه و اضافه میشه. ولی اگه حالا موشک استوب خورده باشه و شما نزده باشید، شما اون پولی که گذاشتید رو از دست میدید. که حالا من یک نمونه میزنم تا ببینید. من اینجا مثلا میذارم، حالا صدا بازی رو قطع کنم و اینجا مثلا میذارم من 5 سنت. حالا مثلا اون 3 سنت باشه و شرط بندی رو میزنم. خب اینجا گفته حداقل باید 5 تا باشه و من اینجا شرط بندی رو میزنم و منتظر میمونم که شروع بشه. بعد از این کارو شروع شد. من الان مثلا اینجا من باختم. حالا یک چیز خیلی کمی بود که زود به میشه گفت که به 0 رسید و اینجا رو من مثلا اینجا میزنم و چون حالا خیلی سریع زدم قبول نکرد و برای من ضرر حساب کرد. اینجا الان مثلا من 600 برنده شدم که خب حالا خیلی سریع بزنید قبول نمیکنه. یه مثلا در حد 1 ثانیه وایسید و میتونید بزنید. اگه دوست دارید که ریسک بیشتری رو بکنید، میبینید الان مثلا اینجا تا 4.74 هم رفت. یعنی مثلا من 5 سنت هم میشد تقریبا فکر کنم 20 سنت و 4 برابر میشد. و به همین شکل میتونید بیاید و بازی کنید. اگه میخواید ریسک بیشتری بکنید که دیرتر بزنید، خب الان ریسکی که بیشتر میشه، اعتماد به پولتون هم زودتر از دست بدین ولی سودش هم براتون بیشتره. ولی اگه ریسک کمتری میخواید که میتونید زودتر بزنید و رباتش هم پرداختی داره. من اگه مثلا بیام به این قسمت، میبینید که اینجا گزینه برداشت داره که میتونید با گزینه برداشت بیاید و برداشت خودتون رو بزنید. و دوستان حتما ثبت نام کنید. رباتش تا اینجا حالا سایتش کامل پرداختیش رو انجام داده و هیچ مشکلی نداشته و میتونید بیاید و با این بازی کسب درآمد داشته باشین.